الباب الثاني، باب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. ابو هریره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الله سبحانه و تعالی به دو نفری که یکی از آنها دیگری را به قتل میرساند و هر دو وارد بهشت میشوند میخندد، بدین صورت که یکی از آنها در راه الله میجنگد و به وسیله دیگری کشته میشود. سپس الله توبه قاتل را میپذیرد و او اسلام میآورد و به شهادت میرسد.